و اما رسیدیم به راز یک کوکو سیب زمینی ترد و خوشمزه بدون تخم مرغ و جذب روغن کم تو روز 16 چالش ساندویچ‌های نوستالژی. سلام رفقا. سیب زمینی‌ها رو آب پس کردم و رنده. کره رو ذوب می‌کنم و ترکیب ادویه‌های ساده‌ای که توی کپشن می‌نویسم و به کره اضافه می‌کنم. بعد از چند لحظه که بوی ادویه‌ها بلند شد، آردو اضافه می‌کنم و بعد از همگن شدن مواد آب رو اضافه میکنم. کم کم یه فرم خمیری به دست میاد که داغش میزنم. به این میگن حلوای کوکو. حالا آرد سوخاری و پیاز و حلوای کوکو رو به سیب زمینی اضافه میکنم و حسابی ورز میدم. مقدار مناسبی از مواد کوکو رو برمیداریم و به این صورت فرم میدیم و تو روغن نسبتاً زیاد با دمای کمی از متوسط بیشتر حسابی سرخش میکنیم. این روش عالیه برای عزیزانی که از بوی تخم مرغ تو کوکو بعدشون میاد. امیدوارم درست بکنید و لذت ببرید. یادتون باشه که ویدیوهای قبلی و بعدی چالش ساندویچ رو هم از دست ندید. اگه دوست داشتین لایک هم بکنید. نوش جان.